با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، ما امروز سفر داریم به یکی از جایهای دیگری دیدنی و زیبای فرانسه، یکی از شهرهای خیلی هم دور نزدیکی به اسپانیا، شهر پو. یعنی انشاءالله که ما در سفریم، در افتترسیم، نصیب باشه چند وقت بعد میرسیم. امروز هوا بارانیه، یک ابری هم است، بارانی هم است. این هم افتترسه. انشاءالله دوستان عزیز با ما هم سفر باشید. این سفر نوبتی را با هم یک جا بریم تماشا کنیم که در این شهر چه چیزا هست، چه چیزا نیست برای دیدن. انشاءالله که در نوار بکشیم. و دوستان گفتن نماند، ما اولین بار است در نمیفهم در نوارها میایم، نمی او طرف تا که های در که ها برف زدن، در نوک که ها برف های. ما اولین بار این سال برف هم میبینیم در اینجا. دیگه دوستان عزیز وقتی زیادی شما را نمیگیرم، انشاءالله به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما آبونه شوید و با دوستان خود بفرستید کامنتاریا و چی میگن لایک رو فراموش نسازید. حمایت کنید از کانال ما. حمایت شما لایک ماندن یا کامنتر نوشتن که چون دیگه برادرها هم این نوارها را بیشتر ببینن. دیگه بریم که در این شهر چی گپ هست، با ما باشید. دوستان عزیز ما قریبی شهر پو شدیم. شهر پو چنانچه گفتیم در جنوب فرانسه نزدیکی اسپانیا یا بارسلونا جایگیر شده است. نصیب باشه میریم درون شهر. حال فعلا ما هنوزم در راهیم. نصیب باشه میده رفته است. این هم سرشبی شهر پو و پورا 7-8 کیلومتری کم میگیره. با ما باشه دوستان، زود برمیگردیم. از دو طرف راه دوستان عزیز مغازه ها و رستوران ها گفتی که جایگیر شدن. این طرف هم جای مغازه های کلانی لیدل، اپتیکا و این هم راه گذاره که باید بزگره که نزنیمش با در بالا بزنیم. خب این طرف هم خیلی جای دیدنیم داشت. از طرف پارک بوده چی بوده، خانه های زیبا، خانه های چی دو طرف راه دیده می شود. اون طرف هم استادیوم بوده. خب این طرف نگاه کنید چهارراهی پیش گفتی گپا که خیلی درختانی پالما دیده می شود. شاید از اقلیم اینجا گرم است، از این چیو معلوم می شود درختها. خب ما این را دوره میزنیم و میریم طرفی دست چپ. دوستان از یک نگفتن همانه وقتی که سفر میکنیم هر جای شهرهای فرانسه، خوبی کار دمیه که تمام شهرش جاهای توریستی و دیدنی زیاد داره. با اون خاطر ببینیم که این طرف در این شهر ما را چه چیز انتظار است، چه چیزا یافته میتونیم و بحرش ما به نوار درفته. خب با ما باشه، زود برمیگردیم. دوستان عزیز طبیعت زیبای شهر پورابی خیلی زیبا هم هست، کوهی هم هست و کوهی هم جنگلی است، یعنی درختزار است، سرسبزی ربی. ماه نوامبر ماهی گفتی که دکبر هوا ربی یا که درخت‌ها رو خیلی سرسبز اینجا. خیلی زیبا هم دیدنی هم هست. می‌بینید باقی واقعا همین طبیعت سرسبزی رو می‌بینیم خیلی خوشحال میشم. خیلی گفتی که پاکی روحیم تازه میشه. شما را کنم میدونم دوستان عزیز از ما هم خیلی هست. می‌بینید و خوبی مثلا راه های فرانسه چه که در هر کوچه و پس کوچهش که برای به خط سفید یا که رنگ مثلا سفید در بالای اسفالت کشیدگی هست. یعنی هر زمان باید هوا تغییر کنه
شفیاری یا راننده میتونه با حضور به یکان دشواری حرکت کنه، چون همه چیز مشخص های معلومه. اینا ببینید سرسبزی رو ببینید دوستان، راه ببینید خیلی زیبا. دوستان عزیز کمک هوا طوفانی هم هست شده است، یکی پیشتر پیش ببینید کوهستانی های در بالای کوه برف هم هست. اوه نه ما دیده ایست نمیفهم در کامera میاد نمیاد. خیلی هم گفتی که برای ما جالبی است، برای چند سال شد در گفتی که فرانسه هم برف درست ندیدیم، برف مثلا بزنن برف کنه زمین سفید کنه و خیلی گپا رو ندیدیم تا هنوز. این هم یکی از جاده و خیابانه هایی که داخل شهری پوم بشه. نه دوستان اما کوه گفتیم پری برف های بالاش نمو های سرسبزی رو بیده طرف ها راحت بکنی. این رو بگن طبیعتی اروپا، طبیعتی قاره سبز. قاره سبز اروپا را بسیارتر مردم در جهان مشهوره به خاطر که همیشه سبز، مثلا همین قاره یا که همین قطعه دنیا اروپای سبزش میگن به خاطر سرسبزیش. 4 فصل سال سرسبز است. هم یکی از مسافه و از مساحت دور که ما کوه را گرفته هستیم و در بلندی قرار داریم. خیلی جای زیبا هم هست، نمایان های تمامی که طرفی دست چپ دست راست همه کوهستان هست. دوستان عزیز ما در یکی از ناحیه هایی که نزدیکی به شهری پو هست، آقلیان اولوغان، در اولوغان قرار داریم و نصیب باشه ما میریم کوچه به کوچه این شهر به شما نمایش‌برداری میکنیم و انشالله که با هم این شهر خردکی زیبا را یک جای با هم میبینیم. و این هم از دو طرفی که میبینید دوستان عزیز کوچه عموما در فرانسه کوچه خیلی تنگ تنگ هستن. از دو طرف این طرف هم کاتدرال بود، چی بوده این طرف ببینید، این طرف هم کدام مغازه های مثلا خوراکی باب و لباسه و نصیب باشه میریم مرکز شهر. و دوستان یک چیز جالبی دیگر را من در فرانسه مشاهده کردم، در هر یک کوچهش میره همین مثلا مردم کاتولیکن یا که مثلا مسیحیان، همون نمونه یا که نشانه یا سمبولی همون دینشون یا مذهبشون در هر یک کوچه و پس کوچهشون گذاشته شده است یا که مثلا ساختن. در ما مسلمانان نمیفهم چرا که مردم 90 یا که 100% مسلمانان در تاجیکستان در یگان گوشه تاجیکستان نمونه اسلامی یا که چی دیده نمیشود. این هم دیگه کوچه و خیابان ها و چاره های شهر آغلان. آغلان هم نزدیک های شهری پوم می باشد برادران. یکی از شهرهای یا ناحیه‌ای است که در جنوب فرانسه واقع شده است و نزدیکی بیشتر به نزدیکی بر اسپانیا دارد، چون اسپانیا هم در به این شهر نزدیک است، مخصوص شهری بارسلونا یا ایالت کاتالونیا با این شهرها همسرحد میشن. عزیز ما فعلا قرار داریم در یکی از در شهر آغلیان چی بود نماش؟ اولوغان. در شهر اولوغان یکی از شرکت های با نفوذ و بسیار برندی فرانسه، شرکت شکلادی گفتی که شکلات میبره تولید میکنه. اینمی است، خیلی هم زیبا و دیدنی و خیلی کلان هم هست. تقریبا 1,500 نفر کار میکنه درونش و در اون طرف هم مغازش هست. از میریم ان شاء الله اگر خوبی باشه مغازش میریم و شما را نشان میده که چی دستاوردها و چی شکلات ها میبره این کمپانی. با ما باشه دوستان عزیز، با چه ما جریان دارن سفرهای ما در شهرهای فرانسه و این
سفر ما رو تنها نمانید و با ما باشید. رفتیم مغازه این چی فابریکه شکلات.